درست کردم، یه سه چرخه دارم شهر میگردم، کارتون جمع میکنم، دست میکنم داخل آشغال چیزی دنبال پلاستیکی شیشه نوشابه باشه بردارم جمع کنم برم ضایعاتی بفرستم که اگه گیرم بیارم. والا آب داره ولی آبش معمولا قطعه، در روز 7-8 ساعت قطعه. در روز 7-8 ساعت. مدیر اینجا زلفقاری زمان جنگ مشهور بود، حالا 30 سال از جنگ گذشته. این که ما مثلا بگوییم اسم یک منطقه‌ای رو گذاشتیم منطقه آزاد، آیا این نامگذاری میتواند مثلا به خودی خود بعد 4 سال برای شما پیشرفت بیاورد؟ نه، اون وقتی است که شما بتوانید اون منطقه رو آزاد کنید از فساد، از تبعیض، از فقر. این هنره. والا از جایی که من میدونم 5-6 سال الان منطقه آزاده اینجا، ولی واقعا ما هیچ ازشون ندیدیم. پلاستیک میذاریم تو پاهامون، از کوچه در میایم، سر خیابون اصلی که میرسیم در میاریم پلاستیکو. اینطوریه وضع ما. الان مردم عزیز آبادان خرمشهر میتوانند خیلی خوب قضاوت کنند. در این چند سال گذشته مثلا گفتن ما اینجا رو گذاشتیم منطقه آزاد. آیا این باعث افزایش اشتغال شد؟ باعث افزایش کارگاه‌های تولیدی شد؟ آیا این باعث افزایش صادرات از این منطقه شد؟ یا اینکه نه، تازه برخی عوارض داشت، باعث فقط گرانتر شدن زمین شد و اینکه مثلا دودش به چشم مردم منطقه برود. تا الانش که به ضررمون بوده، هیچ نفعی واسمون نداشته جز اینکه کرایه مغازه ما از 1.5 شده 3 میلیون تومان، کرایه خونه از 200,000 تومان شده 500,000 تومان. با 3 تومن 4 تومن میتونم یه خونه بگیرم که توش زندگی کنم. الان هر کجا که بری یه خونه یه اتاق میگه باید 10 میلیون تومان بدی، ما 300-400 تومان. منی که ما 500-600 تومان میگیرم از کجا بیارم؟ من کشاورز هم کار رها میکنن، تبدیل میکنن زمینمو به ساختمون و جنسای اجنبی رو داخلش میذارن بفروشن. و ما فکر میکنیم باید همه ایران زمین یه قطعه کوچکی در آبادان خرمشهر زمین داشته باشن. یعنی آبادان خرمشهر رو میخوایم این باغ‌های کوچک رو توش توسعه بدیم، تشویق کنیم، متمولین سایر بلاد بیان اونجا یه نخلستان کوچک داشته باشن. چیش به مردم بومی میرسه؟ این نخلستان ها نگهداریش توسط هموناست، کار کارگری توسط همونایی که تو الان اداره‌اش میکردن. اونها سالی چند روز میان اینجا به عنوان تفنن. این باعث نمیشه که مردم بومی بشن دربون و باغبون سرمایه‌دارها؟ ما تو شمال هم این مشکل رو داریم مهندسان. یعنی ما خیلی از مردم بومی شمالمون شدن ویلادار پولدارای تهران. ویلاداری غیر باغداری. باغداری، ویلاداری، یعنی باغبون شدن دیگه. اونجا شدن یه در واقع تو فیلم‌ها هم دارن. همین باغبونن. خب این خیلی خوب نیست، یعنی بومی‌های اونجا رو توانمند نکردیم. شما قبل از اینکه مطلب رو بفهمین اظهار نظر نکنید. اینکه امروز صحبت می شود از برادرمون حجت الاسلام المسلمین جناب آقای رئیسی به عنوان کاندیدای اصلا بر این مبناست. ما میگوییم باید با یک رویکرد انقلابی دنبال کرد.